أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم سپاس و شکران الله منان را که برای ما شما فرصت عنایت فرمود و باز در مورد مسئولیت ها و مکلفیت های خود ما به بحث و گفتگو بشینیم. این بار مثل برنامه های گذشته باز هم در مورد نماز. ما در قبال نماز چی مسئولیت داریم؟ نمازی که رکن اساسی دین ما هست. الله منان از ما و نحیث بنده هایش چی طلب میکنه؟ چرا نماز اقدر با اصرار از ما تقاضا میکنه؟ بایدم نماز در این چند برنامه‌ای که مسلسل، شاید اگر هفته بگویم نه بلکه هفته ها ماه ها شد ما و شما در مورد نماز صحبت میکنیم. چقدر مطلب بزرگی بوده، چقدر یک عبادت با شکوهی هست که هر قدر در این رابطه شما حرف بزنین، صحبت کنین، باز هم ضرورتش میره که این عبادت با شکوه باز هم موشکافی شود، در اسرار و حکمت هایش عمیق شویم، در حرکات هایش تدبر کنیم، در معنایش عمیق شویم تا این نماز ما نمازی شود که حقش بجا شود، نمازی شود که الله بپذیره. و این سبب هست که ما و شما هفته هاست در این مورد بحث و صحبت میکنیم. نماز عبادت هست که از ما وقت میخواهد، باید وقت کافی در اختیار نماز ما بگذاریم. وقت نماز ما میخواهیم مورد پذیرش الله قرار بگیره، باید برش وقت بگذاریم. گاهی میبینیم بر ما و شما در همین عبادت مشغول هستیم، ولی گاهی میبینیم وقت ما کم است. گاهی میگیم زود بخوانیم، عجله میکنیم در حالی که وقتم داشته باشیم. گاهی هم به پریشانی و اضطراب
داخل نماز میشیم. اینجا هست که ما از نماز ما او قصدی که هست گرفته نمیشه. با اون مطلبی که باید از طریق نماز برسیم نمیرسیم. گفتیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک روز مرد را دیدن که نماز میخواند. فرمودند که آیا نمیتونی نمازت زیبا و نیک برپا بداری؟ مثل که نماز خدا ورخطا خواند. این نماز است که وقتی ما زیبا و نیک برپا بداریم حقش ادا بکنیم مورد قبول الله قرار میگیره عز و جل. ما گفتیم که چیکار کنیم که نماز ما حقش ادا شود؟ گفتم آمدیم شعاروار برای شما یک 3-4 مطلب را گفتیم میگم. باید برای نماز ما اهتمام قائل شویم، بسیار دوست داشته باشیم نماز ما را، اهمیت داشته باشه برای ما نماز، و این نماز با خشوع و خضوع، با تواضع، با حضور قلب ادا بکنیم. و گفتیم هم که چطور میتونستیم حضور قلبی در نماز پیدا کنیم و در وقت معینش باید بخوانیم، تأخیر نشوه، قضا نشوه، پیش از وقت ادا نشوه. و اگر خواست الهی باشه امروز هم یک مطلب که تقریبا همی به خاطر چگونه نماز را ادا بکنیم هست. آخرینش همی یادداشت کردیم که نماز در جماعت ادا شود. سبحان الله. این هم یکی از ارزش هایی است که دین ما به نماز قائل میشه که نماز در جماعت ادا شود. طبعا این بخشش ممکن است که خاص مربوط مردها شود. زنها مجبور نیستن، مکلف نیستن که حتما باید مسجد برن. ولی ما میبینیم چیزایی که ما یک چند چیز مختصرا به همه عزیزای میرسونم که آیا ما میتونیم، خصوصا مردها میتونن در خانه نماز بخوانن بدون عذر؟ ما آیت مبارکه داریم در سوره بقره: اعوذ بالله و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ارکعوا مع الراکعین. سبحان الله. پروردگار امر میکنه نمازتان را برپا کنین، زکات بدین و نمازتان را با نمازگزارها برپا کنین. در اینجا از رکوع همین نماز است. شما با رکوع کننده ها رکوع کنید، با نمازخوانای از امت رسول الله صلی الله علیه وسلم. تنها نخوانید. بعض علما همین آیت مبارکه را دلیل میگیرند که نماز جماعت واجب است. در تأکیدش، در سنت مؤکد بودنش که هیچ مشکل نیست، همگی اتفاق داره. اما بعض از بزرگان اهل علم همین آیت دلیل میگیرن و میگن که مرد باید نمازش در مسجد بخونه. ما یک حدیث مبارک هم داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که حضرت ابو درداء یکی از صحابه جلیل القدر هستند رضی الله عنه، میگن که رسول الله فرمودند هیچ 3 نفر نیستند که چی در روستا و چی در بادیه که میان آنان نماز برپا نمی شود مگر شیطان بر آنان چیره خواهد شد. یعنی اگر شما 3 نفر هستید در هر جا که باشید، اگر نمازتون رو با جماعت نخواندین شیطان بر شما مسلط میشه. در دوام این گفتار مبارکشان میگن که لذا جماعت را بر خود لازم گیرید.
خاطر که شیطان شما رو وسوسه نکنه، شما را از عبادتتان غافل نسازه، عبادتتان کیفش نبره، پس شما تنها نگذارید نماز، جماعت کنید. دوام حدیث مبارک است که چون گرگ گوسفند دور و تنها را تومه خود قرار میده. سبحان الله. ما این حدیث مبارکه در مسند امام احمد و ابو داود مطالعه میکنیم. یعنی تنهایی نماز خواندن، خصوصا وقتی کسا باشد. شما اگر در خانه هستید، شما نتونستین مسجد رفته یا از مسجد دور هستید، پس در خانه جماعت کنید. اهل و عیالتان استفاده بکنین، بخاطر این اجزا که نماز میخوانید جماعت شد. دانه دانه هر کس نخوانه. ما به تأسف در بسیار مسجدها شما میبینین عزیزای ما میرن به مسجد، ولی چون از جماعت ماندن دیگه کسایی که میآین میبینین تنها میخوانن. کم پیدا میشه که چند نفری با هم انتظار شون و جماعت بکنن. من مشکل در بعض وقتا اینطور فکر میکنم که همین عزیزایی که نمیخواین جماعت بکنن یا عجله دارن، میخواین زود خلاص شون برن، یا ای که میترسن که قرآن خواندنشان کس اگر بشنوه شاید که اشتباها قرآن بخوانن، غلطی داشته باشن در قرآن خواندنشان، از او خاطر جرأت نمیکنه یک کسی پیش شود. وقتی ما قرآن در داخل نماز هم درست نخوانیم، تنها هم اگه بخوانیم، نماز که با قرآن خوانده میشه. پس ما اول توجه بکنیم که نماز ما را برپا کنیم، بعد از این ما باید در جماعت برپا کنیم، در مسجد بریم بخوانیم. مسجد هم که چقدر فضائل داره. مسجدی که نماز خواندن در اون نسبت به تنها خواندن، اینم حدیث مبارک است، در جای 25 درجه در جای 27 مرتبه اجرش بلندتر است نسبت به که تنها بخوانه. ببینیم جای هم رسول خدا صلی الله علیه وسلم تهدید میکنن برای کسایی که در مسجد نمی آیند، نماز در جماعت نمی خوانند. ما در صحیح بخاری داریم، در سنن نسائی داریم، امام مالک ایره هم در کتابشان میارن که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرمایند که سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، در حقیقت تصمیم گرفتم که دستور دهم که هیزم جمع کنند، سپس امر کنم که برای نماز اذان گفته شود و سپس کسی را امر کنم که نماز را برگزار کنه عوض خودشان. بعد از آن بروم نزد مردانی که از نماز جماعت تخلف میکنند. سبحان الله. بعضا حتی ایره میگن که در نماز صبح بوده رسول خدا صلی الله علیه وسلم هم گفتن. جدی شدن رسول الله صلی الله علیه وسلم که نماز شما در جماعت باید ادا بکنید. این ما تصمیم گرفتیم که هیزم جمع شود، کسی اذان بده و عوض ما یک کسی امامت نماز بکنه و ما برم به خانه های کسایی که به مسجد نیامده. چیکار میکنن که میرن خانه هایشان رو بر آنان آتش بزنن. سبحان الله. چقدر شدید است این تهدید. دوام حدیث مبارک سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست. در جای رسول خدا صلی الله علیه و آله همینطور سوگند ها خوندن. این اهمیت موضوع را بیان میکنه. یعنی متوجه باشه خیلی حرف من جدی هست. اگر یکی از آنان، همین کسایی که مسجد نمیاین،
در جماعت نمیآیند. اگر یکی از آنان میدانست که آنجا استخوان پرگوشت و چرب یا 2 پاچه گوسفند زیبا و چرب مییابند، اگر در مسجد همونطور یک ضیافت می بود، همونطور یک دوست داشتن، البته او وقت مردم کباب و گوشت و پاچه گوسفند، همون نانای مزه‌دار و مورد پسند نمایش میگیرن، که اگر اینطور یک چیز می بود در اوجه چیکار میکردن؟ حتما برای نماز عشا حاضر میشدن. سبحان الله. نماز خفتن هم که بعد از اینکه از کار فارغ میشن، زله مانده میشن، میرن خانه دوباره وقتی شاید نان نوش جان کنن یا اینکه دمشان بگیرن، پس برای مسجد آمدن یک کمه که زور میخواد، یک کمه که قوت میخواد، تقوا میخواد، ایمان قوی میخواد. هر کس به نماز جماعت خفتن شاید که نتونه خودش آماده بکنه، تنبلی میگیره، ضعیف است. ما یک مشغولیت فورا، یک مهمانی میآید یا یک کار میشه، برو باز پسان میخوام، باز در خانه میخوام. درجه رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی اگر در اونجا یک چیزی که شما با چشم سر مشاهده میکردن یک چیز لذیذ و مزه‌دار می بود، حتما می آمدید شما، ولو نماز خفتن می بود، نماز عشا می بود. اما شما رو به خدا در نماز این چیزای خوردنی، این چیزای مادیات، او نتایجی که او پاداش را که الله بر نمازگزار در نظر داره، این پاچه گوسفند اینا که و گردش هم نمیرسه، ولی چون ما اونا رو نمیبینیم، فوری به دست ما ممکن است نیاید، از اون خاطر بر ما نماز ما را در جماعت خواندن دشوار معلوم میشه، گران معلوم میشه. ما باز هم میبینیم ام دردا، ابو دردا را خانمشان، اینا صحابیات خیلی مبارک بودن. خوشا به حال از اونا که در حیاتشان با رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی کردن، از زبان مبارکشان شنیدن، خوشا به حالشان. اونا میگن، خانم حضرت ابو دردا میگن رضی الله عنها که یک وقت ابو دردا خانه آمد رضی الله عنه، بسیار عصبانی بود. دیگه عرض کردم چی چیز تو را عصبانی کرده است؟ شما سعی کنین این صحبت زن و شوهره. خانم عرض میگه کردم برش، انتهای احترام به شوهر است. خانم عریضه پیش میکنه، میگه عرض کردم برای شوهرم که چرا عصبانی هستی؟ فرمود به خدا قسم که من از امت محمد چیزی نمیدانم مگر آن که همگی نماز میگذارند. از خاطر نماز پریشان بودن، چه خب نماز خوانده مردم. حافظ ابن حجر در کتابشان میگن که منظور ابو دردا ای بود که در تمام اعمال مذکور نقص و کاستی و تغییر ایجاد شده مگر در تجمع در نماز. باز هم مردم به شوق می آمدن به مسجد. مسجد است که برای شناخت ما، برای ایجاد کردن محبت در بین مسلمان ها نقش بسزایی داره. شما در یک صف قرار می، پهلو در پهلو کسایی را که در مسجد میان نمیشناختیم پیشتر آل آمدن معرفی شویم. برادر عزیز تو در این مسجد نه آمدی، از کجا آمدی، خوب هستی، اسم شما چی است؟ میبینید هر روز در جمع دوستانتان افزوده میشه. در مسجد یک صفا است، یک صمیمیت است. بسیاری از مسلمان، از کسایی که مسلمان نبودن وقتی آمدن منظره را در داخل مسجد تماشا کردن مسلمان شدن. یعنی یک فضای آرام،
همه در پهلوی هم قرار میگیرن. سیاه، سفید، عرب، عجم، هر کسی از امت رسول خدا، از بنده های خدا. محمد علی مرحوم خدا بیامرزش قهرمان بوکس جهان بود. و از اسباب مسلمان شدنش در همین مسجد تعریف میکنه. میگه من در حالی که قهرمان بودم در یکی از رستوران ها برای نان خوردن رفتم، فکر میکردم حالا با استقبال مردم بلند میشه و چک چک میکنن. در اوجه سیاه پوست ها اجازه نان خوردن نداشتن. شما را به خدا، غربی که از حقوق انسان حرف میزنه، قهرمان نام و مملکت بلند کرده بود به نام امریکا، ولی چون سیاه بود در یک رستوران، کدام جایزه هم نبود، مفت نان نمیدن، با پولش میرفت. گفت من اجازه ندادن چون من سیاه بود. روزی رفتم به مسجد، دیدم مسجد یک جای آرام، همه گرده هم هستن، دیدم سیاه ها هستن در اوجه، تعجب کردم. دیدم در کنارش یک سفید پوست استاده هست. سبحان الله. ما وقتی او حالت دیدم به خودم خودم عزیز احساس کردم، عزتمند احساس کردم. و گفتم این دین است که دین برادری هست، دین برابری هست، دین عزت هست. و من در وقت اسلام آوردم در روز خودم قهرمان احساس کردم. من دیگه قهرمان بوکس نبودم، قهرمان شخصیت خودم بودم که با ایمان قلب مزین شد. سبحان الله. ولی مسجد ما از مسجد است که در بین خود ما محبت ایجاد میکنه. وقتی به خاطر الله میریم، مسجد جای سجدگاه است، جای سجده است به معبود ما، به الله ما. شما را به خدا وقت سرتان در زمین میگذارین، در اون مسجدی که همه با هم سر خدا میگذاریم، مثل که همه با هم رکوع میکنن. در آیت آمد که ورکعوا مع الراکعین واسجدوا مع الساجدین. همونطور است. در اون وقت شما سر نازنینتان در زمین میمانین، مثل شما به ده ها نفر، صدها، هزارها نفر سرای مبارکشان در زمین گذاشتن و از الله تمنا میکنن که یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. الله اکبر. در همون سجده است که سرای مبارک ماندن دعا میکنن اللهم ارزقنی توبة نصوحا قبل الموت. یا رب پیش از اینکه جان من بگیری من به توبه نصوح، توبه‌ای که دیگه برگشت به گناه نکنم، خدایا من به ملایق ببین. عطا کو برای من همون فرصت را، همون توانایی را که توبه نصوح بکنم پیش از مرگ. این در نماز میگی تو. سبحان الله. به این خاطر است که ما در مسجد احساس آرامش میکنیم، حضور قلب‌های ما با یکدیگر ارتباط پیدا میکنه. در همین صفا هست که ما اولا رابطه بین خود ما برقرار میکنیم، بین مسلمان ها، بین برادرای ما، روابط ایمانی، روابط برادری، روابط قلبی، قلبها به هم میپیوندن. و همه تو شما حساب کنین این صفها همه وصل است به هم. و این قلبها وقتی به هم وصل میشه، این نماز خودش صله هست، ارتباط هست، ارتباط زمین با آسمان، ارتباط قلبها، ارتباط انسانها. ما مستقیما از زمین قلبهای ما به الله وصل میشه. تقرب ما به الله، نماز معراج ما بود. ما به بلندی ها که خیال ما نمیرسه بهش عروج میکنیم، پرواز میکنیم. اگر همونطور نماز خواندیم و نماز به خاطر خوشنودی الله خواندیم. ببینیم رسول خدا صلی الله علیه وسلم
حدیث دیگه رو میگن در رابطه با می هست که محبت بین ما ایجاد شود. چه کارا کنیم که ما محبت داشته باشیم؟ یکیش نماز در مسجد بود، ارتباط با هم بود. در اون حدیثی که صحیح مسلم و دیگر محدثین او را روایت میکنن که لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، داخل شدن به جنت بسیار دشوار است الا اینکه ایمان داشته باشه کسی. بدون ایمان داخل به جنت کسی نمیتونه بره. و مطلب خیلی حساس دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که ولا تؤمنوا حتى تحبوا. شما مؤمن نمیشین، ایمان شما صحیح نمیشه اگر در بینتان محبت نباشه. تا که با همدیگر محبت نکنین ایمان درست نمیشه. سبحان الله. دوامش میگن شما را راهنمایی نکنم، میگن رسول خدا صلی الله علیه و سلم، که کار را انجام بدین که در میان شما محبت ایجاد شود و بر شما راهنمایی بکنم چقدر محبت در بینتان ایجاد شود. در این حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که سلام در بینتان رواج بدین. سلام در بین شما، سلام دادن. ما در نماز سلام هم داریم، وقتی ختم میکنیم السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. در بعضی چیزا میگه السلام علیکم و رحمت الله و الملائکه و الامام و البشر و کلگی سلام. این سلام است که محبت ایجاد میکنه. تمنا میکنم که این قسمت از بحث ما که تا حال هفته ها آمدیم در همینجا یک نقطه میگذارم که ما باید نماز ما را حقش ادا بکنیم. چه کار میکردیم که حق نماز ما ادا میشد و نماز ما اهتمام کردیم، نماز ما را با آرامش قلبی ادا کردیم، برای نماز ما وقت قائل شدیم، در وقتش نماز خواندیم و تأخیر و قضا نکردیم و در جماعت خواندیم. حالا میریم به یک میان برنامه انشاءالله بعد صحبت ما را دوام میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم
بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. والله خافرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني. وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلاني. من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان. صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان. إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. محفوفة بالروح والريحان. محفوفة بالروح والريحان. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان دنيا المراد لعليا. دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، باز هم نماز ما مطالب زیاده گفته آمدیم، اما این را متوجه باشیم که نماز عبادت نیست که فقط به خاطر آخرت باشه. از خصوصیت های نماز، از اثرات نماز همین است که در زندگی دنیایی ما را به طرف خوشبختی های ما میکشانه. در همین زندگی دنیا یک رابطه بسیار تنگ با تمام امور زندگی انسان داره. نمازی که ما را از زشتی ها و بدی ها مانع میشه، در رفتار و کردار ما اثر میگذاره، بدی های ما را کم میکنه، خوبی های ما را زیاد میکنه. سبحان الله. نماز در اخلاق ما، در امانتداری ما، در روابط ما با همسایه، با خانواده، با تمام اجتماع اثر میگذاره، اثر نیک میگذاره.
اگر ما نماز درست بخوانیم، ما در خانه ما یک شخصیت ممتاز قابل احترام میشیم. حرف ما شنونده می داشته باشه، همگی در اطراف ما جمع می باشن، دوست ما می داشته باشن، خانم دوست می داشته باشه. اگر خانم این سعادت داشته باشه که نمازش حقش ادا کنه، شوهر در احترامش می باشه، او الله صاحب قلبها را ملایم می سازه به نماز خوان، قلبها را با محبت پر می کنه در رابطه با او نماز خوان. شوهرش مهربان میشه، خشوع و خسورش مهربان میشه، اولادک ها به فرمانش میشه. او کاری که در خانه میکنه، او کار خستهش نمیکنه، او از نمازش نیرو و قدرت میگیره، قوی میشه، در برابر ناملایمات صبر و استقامت برش پیدا میشه. این نماز است. وقتی انسان در اون مرحله است که نمازش به حقش ادا میکنه، نتیجه از اون سعادت و خوشبختیش است، انس و الفت است که در بین او و اطرافش پیدا میشه. سبحان الله. یک چند تا مثال میگیریم که این نماز در کدام کارهای ما ازش استفاده بکنیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم توصیه میکنه، همون رقمی که خودشان میگفتن هر مشکلی که بر ما پیدا میشه میرم 2 رکعت نماز میخونم. در هر امور از زندگی ما یک نماز خاص را سفارش کردن صلی الله علیه وسلم. مثلا آله به یک مسلمان وقتی یک کار مهم را میخوای انجام بده، یک تصمیم در رابطه با یک کار میخوای بگیره، این رسول خدا صلی الله علیه وسلم سفارش میکنن که امت من، ای کسی که تو به من باور داری، 2 رکعت نماز بخوان و این نماز نامش استخاره میمونه. بسیاری شما میفهمید نماز استخاره 2 رکعت نماز است و بعد از شما او کار را که میخواین انجام بدین، او تصمیمی را که میخواین بگیرین و کمک همین نمازی که به الله پیشکش میکنین نماز خواندین، بعدش از الله تمنا میکنین. رسول خدا صلی الله علیه وسلم، صحابه میگفتن که ما را در هر کار رسول خدا توصیه میکردن که شما استخاره کنین. منظورشون از استخاره ای بود که 2 رکعت نماز بخونین، از خدا مشوره بگیرید. سبحان الله. با شما یک الهامی میشه که شما او کار رو انجام بدین یا ندین، یا چگونه انجام بدین. سبحان الله. ما در صحیح بخاری و دیگر کتاب های حدیث میخوانیم که خیلی معروف است این حدیث شریف که حضرت جابر رضی الله عنه روایت میکنن که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میگن که هرگاه یکی از شما تصمیم به کاری گرفت باید 2 رکعت نماز نفل بگذارد و سپس بگوید. سبحان الله. به کار شما تصمیم گرفتین 2 رکعت نماز بخونین و بعد اینطور بگویین. دواره قسمت سمی خانم بر شما: اللهم انی استخرک بعلمك و استقدرك بقدرتك و اسألك من فضلك العظیم فإنك تقدر ولا أقدر و تعلم ولا أعلم و أنت علام الغیوب. این عریضه های خودش برای پروردگار پیش میکنه. بعد از او باز میگه که اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و عاجله و آجله فاقدره لی و یسره لی ثم بارک لی فیه. برای که شما را زیادتر از معنایش دور نسازم یا به معنایش برم، از پروردگار اینطور یک تقاضا میکنند که یا الله به علم تو خیر میجویم
و به قدرت تو میخوایم قدرتمند شوم، توان پیدا کنم و به فضل و کرم تو فضل و کرم تو را مسئلت میکنم. چرا؟ تو توانایی و من ناتوان. تو عالم هستی، میدونی همه چیز، من نمیدونم. تو چیزهای پنهانی را میدونی. ایره الله مثل که تمجید میکنه، تعریف میکنه، توصیف میکنه که خدایا تو در یک مقام هستی، من به تو اینطور صفات را قائل هستم، من تو را این رقم میشناسم، همه چیز تو میفهمی، من نمیفهم. قدرت پیش تو هست، من ناتوان هستم. خیر من تو میفهمی خدایا، من نمیفهم. خواهی چی کار کنه؟ خدایا اگر میدونی که این کار برای من، برای دین من، برای دنیای من، یا برای زندگی من، برای عاقبت کار من، یه چی عاجل است یا چی متأخر است، دیر است یا زود است، تو خوب میفهمی یا الله. اگه خوب است برای من، هم برای دین من، هم برای دنیای من، هم به می کاری که نیت کردیم عاقبت کار به خیر من اگر هست، چی کار شود؟ برای من آن را مقدر و آسان گردان. این کار برای بگو خدایا آسان شود و در این کارم خیر و برکت بده خدایا. و اگر الله تو میفهمی که این کار به دین من و دنیای من یا به زندگی من و آخر کار من که زود است یا دیر است، این خیر نیست، شر است، چه کار شود؟ آن را از من و من را از آن دور گردان و من از اون منصرف بساز خدایا که من اون کار انجام ندم و تصمیم نگیرم و خیر خدا در هر جایی که از میخوایم. برای من خیر مرا مقدر گردان و مرا از او کار خوشنود بساز یا الله. حالا چقدر کارهای زیاده هست که ما و شما اولا نه مشوره میکنیم که کسایی که صاحب فکر و مشوره هستن، صاحب تجربه هستن، علم دارن، میفهمن در اون رابطه، نه مشوره میگیریم و نه هم استخاره میکنیم. خود ما تصمیم میگیریم، خود ما یک کار انجام میدیم، بعد وقتی به مشکل دوچار شدیم باز میگیم کاش از فلانی پرسان میکردم، اونا می کار کرده بودن. بنابراین ما وقتی میبینیم این نماز استخاره، وقتی این نماز است که برای ما وسیله راهنمایی میشه که من در یک کار خیر تصمیم بگیرم. مثلا شما میرین برای پسرتان یک عروس میخواین بگیرین یا دخترتان به شوهر میدین و خطا نشین. برای ما همین دین ما راهنمایی میکنه. اول کاری که میکنین شما مشوره کنین، از دوستانتان پرسان کنین که آیا شما لازم میبینین شما مشوره میتین که ما همونطور یک وصلت بکنیم، مثلا دختر فلانی رو میخوایم برای بچیم بگیرم، شما او فامیل هم میشناسین، تحقیق میکنین. یا دخترتان برای کسی میتین، آیا می دختر من توتی جگرم است، این ما بچه قدر آرزو و آرمانی را کلان کردم، تربیه کردم، این ما میتون برای کسی توتی جگرم است، میتون برای کسی، آیا بتون نتون، پرسان کنین، مشوره کنین. بعد از اینکه شما مشوره تان شد که بله دوستان میگن که آدم خوبی هست، طبعا که خوبی از نظر ما و شما مسلمان ها با یک کسی که معیارهای اسلامی برش مهم نیست فرق میکنه خوبی. ما در افغانستان ما وقتی یک کسی خواستگار می آمد برای یک دختری، میگفتن تعریف میکردن از داماد، میگفتن داماد بسیار خوب آدم است. چی از خوبی های ازی؟ قمار نمیزنه، دزدی نمیکنه، شراب نمیخوره، ایلاگرد نیست، فلان فلان، تمام بدی هایی را که ما میشناختیم اونا رو میگن امی آدم نداره، بسیار خوب آدم است، بتیم دختر ما. اما از خوبی ها که چی خوبی ها داره ای داماد؟
سیز بدی ها را نداشت. یک کس سوال نمی کرد که آیا نماز می خوانه، از دینش با خبر هست. سبحان الله. بعض وقتا باز یک صفت خوبش هم در خانه مادر خود دوست داره، در خانه که خوراکای خود بسیار مهربان است، ولی از نظر راهنمایی که راهنمای بشریت کرد صلی الله علیه وسلم، اینا هم صفتای خوب هست، ولی اصلی نیست که شما سر از او سرمایه گذاری میکنین، اولادتان میتین یا اولاد کسی را میگیرین برای اولادتان، در خانه تان یک مهمان میآید، کدام صفت را داشته باشه؟ نمازخوان باشه نباشه، دیندار باشه نباشه، و دین خودش احترام داشته باشه، دین خودش دوست داشته باشه، و دین خودش عمل بکنه، اخلاقش اینها است که شما را مطمئن میسازد توتی جگرتان برش میتین یا توتی جگر یک کس را به خودتان میاری. در یکی از چیزهایی که شما استخاره میکنین همین هست. در کارتان شما میخواین یک تجارت انجام بدین، یک دفتر کار میخواین بکنین، مسئله زندگیتان است. آیا این کار من خودم مشغول بسازم برش؟ این به خیر مخاط بود؟ یک دو نفر پرسان کنید. بعد از اینکه برای شما مشوره دادن، تا این هم متوجه باشیم، وقتی که شما مشوره گرفتین، در مشوره تصمیم شد که بله این کار ما میکنیم، در این شما استخاره میکنید. مشوره تنها کافی نیست، حال شما به الله این کارتان حواله کنید. یا رب، همون دعایی را که در اینجا من ذکر کردم. شما تصمیم گرفتین که دخترتان برای یک کسی میتین، پرسان کردین، تمام کارها جور شد، هر کسی نظر مثبت داد که بله دخترتان به می فامیل بتین. حال شما چی کار میکنید؟ بیاین 2 رکعت نماز بخونید. عروس من، دختر عزیز من نماز بخونه، 2 رکعت نماز بخونه. سرنوشت خودش است. طبعا که با سرنوشت پدر مادرش خانواده گری خورده، تمام اعضای خانواده نماز بخونن، استخاره کنن، نماز استخاره بخونن، 2 رکعت نفل بخونن. 2 رکعت نفل در بعضی چیزا میگه که در بعد از ضم سوره مثلا قل یا ایها الکافرون و در رکعت دوم قل هو الله احد بخونید. 2 رکعت نماز خواندیم، حالا سر جای نمازتون شیشتین دعا میکنید که خدایا با علم تو من خیر میپالم، من خیر خود من از علم تو من نمیفهمم، قدرت ندارم، توان ندارم، تو همه این چیزا در اختیار تو هست، فضل و کرم تو را میخوایم یا الله. تو نهان مردمان میفهمی، اینا را به من ظاهرشان نگفتن ولی از درون نمیشناستم اینا را که آیا راستی هم بطور است یا اینا ظاهری هم بطور اکت میکنن، نشان میتن، ریاکاری هست. بعض وقتا بطور میشه متاسفانه. شما خانه یک کسی مهمان میرین، میبینید که خانه چقدر پاکیزه است، همه چیز سرشته به جای است، اعضای خانواده بین خودشون بسیار و تشریفات گپ میزنن، ولی وقتی که شما از همسایشون یا همسایشون برای شما قصه کنن که والله خانه اینطور یک گیر و بار هست، تو یک کشمکش است، شما باورتون نمیاد. من خودم رفتم دیدم. خب شما مهمان آمدین دیدین، خودتون هم اینطور میکنین در خانه. وقتی که مهمان آمد همه گیر اختار میتکلانا که صدایتان نبراید. اگر دیدم که یک کسی پیش مهمان یه طور کار کرد، باز من میفهم کتش خانه باید جمع جارو شود، پاکیزه شود، عطر پاشی شود. این برای یک لحظه است که مهمانا را پذیرایی میکنی. و این خاطر هم است که الله میفهمه از درون و بیرون ما. خدایا تو میفهمی، من نمیفهم، دختر من بتون برش نتون. این کل مردم برام میگه که بتی، ولی عالم آخرین تصمیم به تو حواله میکنم. خدایا حالا دوام از بود که تو خود میفهمی خدایا که اگر این کار به خیر دین و دنیای من هست،
و از این کار من در زود و دیر خیر میبینم. خوی کار برام تو بساز، در این کار من تشویق کن، کار برام آسان کن خدایا. اگر نیست یا رب این به خیر دین من، به خیر زندگی من، به خیر آخرت من نیست، از این خیر نمیبینم ما و نه اولادم و نه اونا، نه داماد خیر میبینن، نه عروس خیر میبینن، نه خانواده های ما از این رابطه خیر میبینیم. خدایا تو مرا از این عزم منصرف بساز و مرا نگذار که من این کار انجام بدم. سبحان الله. شما به همت یک نیت، به همت یک تمنا و این از صدق دلتان میفهمین که الله خیر ما را میخواهد و من از الله آل خیر خودم میخوایم. که آیا خدایا این کار به خیر من است یا نیست؟ نمازتان خواندین، دعایتان کردین، میگه آل تصمیم بگی. خبر بتین به خواستگار که شما مثلا روز جمعه شب جمعه بیاین، شما آماده هستین، میتین، ولی برای الله حواله کردین. در بعضی کتاب ها میآید که شما بعد از نماز خفتنی کار کنین، نماز اشاره خواندین، وضوی تازه بگیرین، 2 رکعت نماز بخوانین و دعایتان بکنین، خواب شوین. شما در خواب میبینید، شما در خوابتان یک چیزایی میآید. اگر واضح فهمیدن نشد خواب، بعضا میگن که چند بار تکرار کنین این خوابتان، استخاره نمازتان، دعایتان، استخارهتان، چند شب، 7 شب. شاید در جریان روز بعضا در کتاب بهتون میآید که اگر شما رنگ سفید و سبز دیدین، معنایش است که بتین، مثبت است. اگر سرخ و سیاه دیدین، در نظرتان یک چیزایی آمد که در ذهنتان ماند، واضح گرفته ندارید. ولیکن مطلب دیگه هم هست که شما وقتی که نماز استخاره خواندین، دعا کردین، مطلب گفتین برای الله که خدایا من اینو تو یک نیت دارم، دختر من میخوایم به فلانی بتم. مشوره دوستا هم کلگی و می رضایت هستن که من بتم، آره فیصله را به تو میگذارم یا الله. اگر خیر من هست، من تشویق و کار برام آسان شود بتم. اگر نیست خدایا من از این کار منصرف بکن، دلم از این کار بکن. حال میگه شما اقدام کنید، بخواین، بیاین، فلانی ها بیاین و خواستگاری میاین. اینا میاین. اگر در این خیر شما بود آسان میاین، بسیار با خوشی میاین، پیش شما میشینن، صحبتایشون میکنن، شیرینیشون میگیرن، میرن. شما بتین دیگه، مشکل پیدا نشد سر رایتون، بتین. ولیکن این به خیرتان نیست. الله نمیخواد این کار شود. چرا؟ تصمیم با الله گذاشتیم و به صداقت به الله گذاشتیم. الله چیکار میکنه؟ اینا وقتی که نیت آمدن میکنن، سر راه از اونا مشکل پیدا میشه، راه بندان میشه، زلزله میشه. مثلا یک حادثه جور میشه که اونا نمیتونن بیان، زنگ میزنن که اینو تو کار شد آمدن نتونستیم. یا در دل از اونا میگه بیا از این معامله صرف نظر میکنیم، عذر خواهی میکنن، بسیار ببخشین، بچه بسیار سرکش شد و بچه بسیار پشیمان میشه و ما را بینی، ما را برید، بانه ها میکنه بر شما که نشوه این کار. شما شلگی نکنین دیگه. چرا؟ شما بر خدا حواله کردم، حال نشد، نمیشه. اینا میاین خانه شما همون روز براتون یک حادثه جور میشه که در اون مجلس نمیتونین بشینین. یا یک بار دل دختر سیاه میشه، دل مادرش سیاه میشه، دل شما سیاه میشه، میخوای واضح جواب میدی، نه بیاین میگی. پس شما این استخاره را در تمام امور زندگیتون، حتی میگن در سفر برای حج استخاره نمیکنن که آیا خدای من حج برم یا نه. وقتی که استعداد حج رفتن شما داشتین، حتما باید برید. اما میگن استخاره را برای همراه سفرت، همراه کی برم خدایا؟ یک کسی همراهم باشه، آیا با فلانی برم؟ این میتونه شما استخاره کنید. و بغیر از مسائل عبادی در بسیار کارها باید که، یا در کل کار اگر بگوییم که برای شما اهمیت داشته باشه، باید از الله پرسان کنید. طبعا اول علم خودتون علم آوری میکنید، خودتون دقیق تجربه‌ای که شما دارین از استفاده میکنید، از دوستا، از هر کسی را که شما صاحب نظر میدونید پرسان کنید. مسئولیت در گردنتان تنها نمیگیرید. هر کسی که با دیگران مشوره میکنه در یک امور کار،
یه هوشیاریش همی است که مسئولیت سر دیگران انداخته، تقسیم کرده مسئولیت، تنها خودش نیست. اگر او کار خراب شود همه ملامتش میکنن، خودت کردی میگن. و اگر مشوره کرده بود کسی جرئت نداره بگه تنها کردی. کلگی خودشان در او مسئول میدانند. بنابراین مشورهتان خلاص میکنین، بعد از او 2 رکعت نماز میخوانین و از الله پرسان که یا رب من به این کار اقدام بکنم نکنم. بنابراین ما در کارهایی که انجام میدیم، این برای یک رشته درس است. مثلا شما دختر عزیزم و پسر عزیزم از مدرسه خلاص شدین، مکتبتان لیسیتون خلاص کردین، حالا میخواین دانشگاه برین یا فاکولته برین، پوهنتون میخواین برین، چیکار کنین؟ کدام رشته را ما انتخاب کنیم؟ دوست دارین شما یک رشته را، اما در چند رشته تردد میکنین که ما کدام از این بگیریم. پرسان کنین از دوستا کدام رشته ها به درد ما میخوره، از کدام رشته ها ما استفاده همین وقت ضرورتش داریم. ما در کشورهای خودمون بسیار چیزای ضرورت نداریم ولی درسش میخوانیم. ممکن در آینده به درد بخوره ولی فعلا ببینیم چی به درد ما میخوره. که امروز این مریض ما را که از 4 طرفش آه و درد بلند است، ما این را چیکار کنیم؟ چطور کدام رشته ها را تعیین کنیم؟ کار ما را همونطور، ازدواج ما، هر معامله ما که هست باید که بعد از مشوره از الله منان هم پرسان کنیم. برای ما یک الهام شود که دل ما جمع باشه که خدایا این کار خما برای تو حواله کرده بود، باز تصمیم میشه الله بگذاریم. اگر گفت بکو میکنیم، اگر گفت نکنم میکنیم. ممکن الله عزیز طور خدای نخواسته گناهگار نشم که نخواد بگه که شما میتو کنین تو نکن. برای شما یک دلتان یک چیزی میآید، یک راجوری میشه که کار شوه یا نشوه. پس شما با او تسلیم شوید و او کار با مو شکل پیش ببرید. آن بود آن، نی بود نی. باز بیایید بریم به یک میان برنامه. انشاءالله نمازهای زیاده هست که ما در کارهای خاص ازش استفاده میکنیم. او وسیله حل یک مشکل یا یک راهنمایی در یک بخشی از زندگی ما می داشته باشه. تا لحظات بعد که انشاءالله صدای مبارک شما رو بشنویم، خدا شما رو به الله می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله. بیا با خوبان باش بر سفره قرآن، با میوه ایمان نوش از دل و جان. سرت رو بالا بگیر چون که مسلمانی، در دنیا میهمانی فرزند قرآن. ابو بکر و عثمان، علی کرار و عمر ابن خطاب و نبی اکرم، همه در یک راهن، یک خط و یک مقصد، یک مذهب و مکتب، خورشید اسلام. بیا اشک یتیم را قطره قطره برچین، از روزی خود بده در راه اسلام. صدقه بده هر روز در کار روزانه، تا که شوی پیروز نصر من الله. صدقه بده هر روز در کار روزانه، تا که شوی پیروز نصر من الله.
یا الهی یا خدا همگی خطاکاریم، پر جرم و عصیانیم، تو ببخش ما را. یا الهی یا خدا همگی خطاکاریم، پر جرم و عصیانیم، تو ببخش ما را. اگر از درگاهت ما را نبخشی وای، ما را نیامرزی رحیم و رحمان. اگر از درگاهت ما را نبخشی وای، ما را نیامرزی رحیم و رحمان. بیا با خوبان باش بر سفره قرآن، با میوه ایمان نوش از دل و جان. سرت رو بالا بگیر چون که مسلمانی، در دنیا مهمانی، فرزند قرآن. أوحى به الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله. امیدوارستم که چیزهایی که گفته آمدیم هم به خود ما و هم به شما یک حسنی باشه که در روز آخرت در میزان حسنات ما حساب شود و در همین دنیا هم به درد ما بخوره. تمنا میکنیم که نمازهای ما را الله قبول بفرماید و ما الله توان ازیر بده که نمازهای ما را در وقتش ادا کنیم و به وجه احسن ادا کنیم، حق نماز ما را بدیم، برای نماز ما وقت داشته باشیم و این نماز که سرنوشت ساز است برای ما، هم زندگی دنیای ما و هم آخرت ما مربوط به همین نماز ما است. در روزی که از بنده سوال میشه، اول از نمازش سوال میشه. در روز آخر آیا نماز را خواندی؟ آیا حق نماز ادا کردی؟ اگر گفتیم بله و قبول شدی بله ما، دیگه کارها آسان میشه. حالا ما انشالله که شما از تلفن ها استفاده بکنین، در کم و کاستی هایی که ما گفتم شما بیافزایین، مطلب جالب تر شوه، بهتر فهمیده شوه و تا که شما داخل میشین ما یک نماز دیگر هم به شما پیشکش میکنم. ما در جایی که زندگی میکنیم کره زمین هست، بالای سر ما آفتاب و مهتاب است. یگان وقت آفتاب و مهتاب گرفته میشه به این معنا که همون روشنی که داره تاریک میشه یا کم تاریک میشه و از وقتا پنهان میشه، دیده نمیشه. اینها را ما جدی بگیریم. اینها یک تغییر و تبدیل طبیعی که در آسمان ها صورت میگیره و هیچ
مطلب پشت سر از اینا نباشه اطور نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند که هم در صحیح بخاری می آید این مطلب، هم در صحیح مسلم، که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند که بدون شک آفتاب و مهتاب یا خورشید و ماه به خاطر مرگ یا به خاطر زنده شدن کسی گرفته نمی شود. یک وقت از فرزندان رسول خدا صلی الله علیه وسلم وفات کردند، در همون وقت مهتاب گرفته شده بود یا آفتاب گرفته شده بود. والله اعلم. مردم همه طور شایعه افتاد که آوازه شد که به خاطر وفات پسر رسول الله صلی الله علیه وسلم مهتاب گرفته شد، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فوراً مداخله کردن، مردم آرام ساختن که هی اینطور نیست که ماه به خاطر تولد یا به خاطر مرگ یک کسی گرفته نمیشه. پس چی کار میشه؟ بلکه دوام حدیث مبارک، بلکه آن دو نشانه های از نشانه های قدرت لایزال الهی هستند. اگر این گرفته میشه، این یا همین آفتاب و مهتاب یک دو نشانی از قدرت الهی است که به وسیله آن خداوند بندگانش را میترساند. سبحان الله. بنده هایی که سرکش میشن، بنده هایی که غافل میشن از یاد الله، الله اونا را گاه گاهی متوجه میسازن، میترسانه. آفتاب گرفته شد. ما میترسیدیم وقتی که در افغانستان بودیم، کوچک بودیم، جوانم که شده بودیم، میترسیدیم که آفتاب گرفته شده خدا خیر کنه، مهتاب گرفته شده خدا خیر کنه. مردم مسلمان از همه او ترسشان از همه گفتارهای دینی بود که اونا اگر زیاد دقیق نفهمیده بودن و همینطور نمیگفت مثلا یک کسی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم همینطور گفته مردم بترسین، ولی مردم خوف پیدا میشد، میترسیدیم. لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم دوام میتن در حدیثشان که لذا هرگاه آن را مشاهده کردید، اگر دیدین که آفتاب گرفت یا مهتاب گرفت، نماز بگذارید. سبحان الله. فوراً بلند شوید، نماز بخوانید و دعا کنید تا خداوند عزوجل آن مصیبت فرو آمده بر شما را دور سازد. سبحان الله. چقدر مهم است. ما باید که این چیزها را جدی بگیریم. یک وقت میبینید باران شدید میشه، برف میباره که همه جای زیر برف میشه، برف کوچ میشه، سیل میآید. اینا رو چی میگیم؟ همه تو بارش زیاد بارید سیل آمد، برف زیاد بارید برف کوچ شد. هیچ پشتر از یک کدام حرف نیست. سبحان الله. یک تلفن بگیریم. بسم الله. برنامه رحمت. السلام علیکم. استاد محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز، از کجا صحبت میکنین؟ ما از دنمارک زنگ میزنم. بفرمایید. عرضم به خدمتتان، میخواستم یک راهنمایی از شما بگیرم. ما طفلک خردسال دارم، افساله. بله. شروع کرده، انشاءالله خداوند کمک کنه به نماز. و مشکلی است که شیطان در از آدم وقت متوجه میشه از دوران طفولیت در پوست انسان میتایه و طریقه و طبقی که خودم ساله داشتم نماز برش یاد دادیم، اما خب متوجه میشم که بعض وقتا رفتارم اشتباه است و او مثلا حیل و رغبتش یاد نمیه که یک رقم احساس زور میشه برش. فقط از شما یک راهنمایی میخواستم که چرا آدم میتونه که با چی شیوه و با چی طریقه برای طفل تشویقش کنه که بتونه برای نماز. لحاظ تشویق هر که خواسته برش خریدیم و هر که خواسته تشویق کردیم، اما این که قسم بده که همیشه پایبند نماز باشه از شما میخواستم نکرد. بسیار تشکر برادر عزیز، شما را خدا خیر بده. چیز دیگه هم گفتنی دارین؟ تشکر. خداوند همیشه در پناه و صحت بگاهتان کنه. از برنامه خوبتان بسیار زیاد تشکر. خداوند براتون اجر دنیا و آخرت نصیب بگردانه برای شما و برای همه کارمندان.
بسیار تشکر برادر عزیزم، دعایتان خداوند در حق خودتان هم قبول بفرماید. ما در صحبت‌های قبلی هم داشتیم که بچه‌های ما از چی وقت به نماز شروع کنند. طبعا همین دین مبارک ما سفارش همی است که از 7 سالگی شما اولادهایتان مثل که خودتان نماز میخوانید به نماز تشویق کنید. اما که شما گفتین برای تشویقش چیزایی هم شما جای نماز مثلا خریدین، یک کلاگک یا اگر دختر عزیز است یک چادرک یا یک لباس مخصوص برای نماز خواندن برش گرفتین که تشویق شود، خوشش بیاید. طبعا حالی که 7 ساله هست ما شما در این فرصت تا که 10 نشوند ما همیشه از مرحمت و لطف و مهربانی ما استفاده کنیم، قار نشویم هیچگاه. در این دوران 3 سال هیچ قار نشویم، هیچ شدت نداشته باشیم، دستکش بگیریم پالیو ما استاد کنیم. وقتی خواب باشه میبینیم که خوابش گرنگ است غرضش نگیریم. خدا که خیز بسیم نماز قضا شد مثلا یک چیز بگوین که بفهمه که باید نماز در وقتش میخواد. مادرش مثلا شما خانه نیستین، مادرکش متوجهش باشه خود مادرش نماز میخوانه، بیا بچیم نماز ما رو بخوانیم. و به ترتیب شما از حد مهربانی و شفقت و عطوفت هیچگاه دور نرید. اساسا جور میشه. برای کسای مشکل میشن که اونا در امی سن که تا 10 میشن اینا بی پروا میباشن، توجه نمیکنن. الحمدلله شما توجه دارین. بنابراین شما فقط حال تشویق است. حتی ممنوع است که شما طفلا را تا به 10 سالگی سرش قار شوین و خشونت کنین، پتک کنین. با تاسف در خون ما و شما هست بچه‌کای شیر خوره را میگن دفعه میبینیم خفکش میکنن، چیغ میزنن، گریان میکنن، طفل از نمیفهمه. ولی مادرش یا پدرش یا یک کلان میبینیم که سرش قهر میشه تا دست بالا میکنیم میزنیم طفل شیر خوره را. اینا را من حیث یک مسلمان آگاه و مسئول تربیه اولاده که سبا فردا اینا پایه های این دین سر شانه هایشان بردارن، این بشریت از این بدبختی ها خلاص کنن. اینطور یک نسل باید تربیه شد، نسلی که در قلبش پر از شفقت و مهربانی ها باشه. اینطور یک نسل خواهد داریم. سلام علیکم، برنامه رحمت است. سلام، دو رحمت خدا بر شما استاد گرامی و تمام کارکنان شبکه وصال حق و شبکه‌های توحیدی. علیکم السلام و رحمت الله. خیر عزیز، بفرمایید صدای شما رو میشنوم. برنامه آموزنده و ارزشمند است که او استفاده میکنن. ان شاء الله که اما مستفید شویم و افغانا 27 سال 28 سال در خواب غفلت رفتن همه بیدار شوند. آمین. برنامه ها بیاموزند. اگر ما نمازهای ما صحیح می بود، اخلاق ما انسانی می بود، در ما بلای گوناگون نمی آمد. اگر نمازهای ما صحیح باشه هیچ وقت به بلا مبتلا نمیشیم. برادر عزیزم از دنمارک زنگ زدن. خیر برادر عزیزم، تحمل کن. من اولادای خود در مسجد از 8 سالگی 9 سالگی روان میکردم تا 13-14 سال که مفهوم نماز را فهمیدن، در پشتای مسجد ساتری میکردن، بازی میکردن، در خانه میبرن میگفتن ما مسجد رفتیم نماز خواندیم، اما نماز نمیخواندن. خودشون قسم میکنه. حالا الحمدلله امو 2-3 دانش که برای الله اما میفهمن، به اشتباهی خود پای بودن به دیگران میفهمن. و اگر سخت بگیریم چون ایمان و نماز به الله تعلق داره، به محبت خود انسان که چقدر قلبش به الله است. استاد گرامی، بسیار پروگرام‌های زیبا و زنده است. همه شما اگر شما یا شبکه وصال حق درباره فتنه‌های دجال مفصلا بر مردم و کارهای شیطان یک پروگرام خاص بگیرن که فتنه‌های دجال چی است، که ما میگم تلویزیون تلفن‌هایی که در سای انسان‌ها هستن، همین چیزایی که بسیار مزخرفات است، او را مگر شما تشریح بدین بهترینش میشه. یک پروگرام خاص داشته باشین. هم در پلیسی است که در این فتنه ها مردم گرفتار هستند و نماز توجه نمیکنن. یک نفر کسی که مهمان میآید در تلفن چسبیده برش میگه برادرم عزیزم دخترم وقت نماز بخوان تلفن به جایش بگذار. این تلفن اگر زحمت است رحمت الله است، اگر خرابی داره خوبی ها داره، به متوجه دیگر کارها باش، یاد الله را کو که
آخر زمان است. اینا را دیگه شما اگر تشریف بتین بسیار سخنهای شما را گوش میکنن. وقت گرانبهای شما را گرفتم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیروز و سربلند با همه همکارانتان و خانواده شریفتان باشین. التماس دعای خیر دارم. بسیار تشکر خواهر عزیز و خواهر مجاهد ما هستین شما. انشالله اولادکایتان صدقای جاریه شه براتون. مثل شما وار انشاءالله مادرهای زیاد خود ای امت داشت که فردا روز در پیش الله انشاءالله سربلند استاد خواهد شدید. بدون شک همی فتنه هایی را که شما میگین همو هست که ما را مانع ذکر الله میشه، مانع میشه که ما به الله ما برسیم. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید از کجا صحبت میکنین؟ برادر گرامی جانم هستم از تاجیکستان. بفرمایید برادر عزیز، بفرمایید. برادر گلم شما رو خداوند سلامت نگه دارد. یک سوالی کوچک داشتم، وقت شما را زیاد نمیگیرم. راهی چاره همین برای نماز تهجد خواستن را برای ما میگفتید؟ از شما خیلی مدار شدم. خداوند نگهبانتان. بسیار تشکر، بسیار تشکر. سوال خوب کردن. انشالله برنامه خاصی هم در رابطه به همین نماز تهجد خواهد بود. حالی هم که اگر فرصت کوتاه هست ما نماز تهجد یا نمازی که ما بعد از قبل از نماز صبح بیدار میشیم، برای از اگر که شوق و نیت باشه باید در آغاز شب ما تیاری بگیریم. همینطور فکر ما باشه که ما امشب بیدار میشم. مثل که معمولا ما شما در رمضان شریف برای سحری میخیستیم، برای سحری وقت آسان میخیستیم که سر شب تصمیم بیدار شدن می داشتیم. مادرای ما برای تهیه کردن یک چیز سحری اونا از ما که بیشتر بیدار میشدن و می دیدیم که هیچ کسی نمیموند که در سحر بیدار نشود. بنابراین ما اگر در خود برنامه رحمت. السلام علیکم. اگر ما نیت بیدار شدن در آغاز شب کردیم سحر بیدار میشیم. طبعا ما سحر شب از زیاد نشستن الا که یک ضرورت عاجل باشه که ما مجبور شویم، یک درد هست، یک کار هست که خواب ما یا نمیبره یا نمیتونیم خواب کنیم، به خاطر یک چیز بسیار مهمه باید انجام شود. در غیر از او بهتر است شب وقت استراحت کنیم که خواب اگر در وقت شب ولو وقتش کم باشه خواب آدم پوره میشه. این امروز طبم ثابت میکنه که اگر شما در وقتش خواب شوین استراحت کنین، وجود همون انرژی را که مصرف کرده، همون قدرت و توان را که مصرف کرده در بیداری، در همون ساعت مخصوصه که بر خواب است. اگر خواب شدین در وجود شما همون قوت و انرژی را که مصرف کردین میگیرین، چارج میشین، چارج پر شد بیدار میشین. و شما یکی دو بار ایده همینطور قصد کنین، حالی که مثلا ساعت از چیزایی هست که شما رو بیدار میکنه از او استفاده کنین تا یک چند روزی که شما عادت میکنین. ولیکن امی بی برنامگی شب، سر شب ما بی برنامه میشیم، مهمان میآید، خود ما با موبایل و جوال و هندی ما مشغول میشیم، کارهای مثلا یک سریال هست متوجه از او میشیم، یک وقت میبینیم 12 بجه شب است. بس نصف شب هم میخوایم تهجد بخوانم. وقتی که خواب میشم تهجد خیر که نماز صبح هم بعض وقت قضا میشه. با تأسف اگر ما زمین سازی کردیم برای بیدار شدن سحر و بیدار شدن تهجد، بیدار میشیم. طبعا مطالب زیاد ما داریم که فضائل تهجد، که ما چرا تهجد میخوانیم،
تهجد چی هست، به ما چی فایده میرسانه، ما کدام مقام قرار میگیریم، در اون نصف شب چرا بیدار شویم، چرا بخوانیم نماز. اینا حکمت ها و اسرار نماز تهجد. وقتی که ما فهمیدیم، وقت ما خود ما سر شب هم برنامه رو جور میکنیم که چه وقت خواب شویم و سحر هم چه رقم بیدار شویم. انشاءالله با تفصیلش در برنامه بعدی که انشاءالله سر خود نماز تهجد است با شما باز دقیق صحبت خواهد کردیم انشاءالله. خواهر عزیز ما که از فتنه های دجال یاد کردن، واقعا ما اگر دجال اصلی هنوز نامده، دجال های آمدن. بعضی نظام ها هست که نامش بسیار فریبنده است ولیکن نظام دجالی هست، ما را به طرف گمراهی میکشانه. دجال که یک گمراه کننده هست در معنای اصلیش، یک کسی هست که انسان ها را گمراه میکنه. امروز چقدر کسایی هستند که انسان ها را گمراه میکنن، برنامه ها هست که انسان ها را گمراه میکنن، وقتش را ضایع میکنن، فایده برش نمیرسانن، ضرر برش میرسانن. به این خاطر گفته خواهر عزیز ما که یک برنامه انشاءالله مفصل در رابطه هم گرفته شود که ما حداقل یک مانعه بزرگ را از سر عبادت ما برداریم. ما در آفتاب گرفتگی و مهتاب گرفتگی یک دو جمله دیگه هم خدمت شما عزیزان میگم که خصوصا در اروپا، شاید هم در غرب بگویم، معمولا علم است، میفهمن که یک وقت آفتاب یا مهتاب گرفته میشه، اعلان میکنن و میبینیم که از همین کار هم، از همین حادثه هم یا از همین واقعه هم اینا بهره برداری مادی میکنن. عینکای خاص و بازار عرضه میشه که هر کسی که میخواد باز مهتاب ببینه یا آفتاب ببینه از این عینک ها استفاده کنه. در بازار میبینیم که سرازیر میشه، با میلیون ها عینک مردم میخرن و انتظار میشن که چی وقتی آفتاب گرفته میشه که ما این مشاهده بکنیم. یک چیز ساتیری وارد شده. حالا خود از اینا میگن که اگر همین عینک نباشه ممکن است که ضرر آفتاب گرفتگی به وجود انسان برسه. و ایرم ازش سوء استفاده میکنن. با بیان همین مطلب او عینک ها را میفروشن که آیا راستی همین عینک جلوی از او ضرر میگیره؟ برنامه رحمت. السلام علیکم. مرحبا. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. جان حالت خوبه؟ الحمدلله برادر عزیزم. شما از کجا زنگ زدین؟ قربان من سوالی هست قربان بگو به عالم بگه. من تهجد نماز میخوانم جان، نماز میخوانم من فکر نمیکنم کجا بره. من الحمدلله تقریبا عمرم 64 ساله، تقریبا 38-39 سال من تهجد نمازم الحمدلله قضا نکرده هنوزا. الحمدلله. فکر روزی نمیره، نمیدونم چه مرضی دارم. شما این در نماز فکرتان دیگه طرف میره؟ فکر دیگه این طرف میره. نه همیشه نه وقت خود فکر طرف دیگر میره. دنیایی و نالا به دنیا شیطان. من سوالش در به بابا دیگر به شیخ بگم جانو و دیگه یکی که من مرض شکرینو من همین آبدستم کمه، نمیفهمم لباسم، من شک میکنم لباسم یک کمی خراب میشن نمیشن، چجوری نیست که به من بگوی خدا من یک فکری بکنم چه کار بکنم. شما خداوند صحتمند داشته باشه. بسیار شما جمعی مسلمین یا رب شما رو هدایت بده خدا پروردگار. آمین یا رب. آمین. یا الله قربان دیگه. بسیار تشکر برادر عزیز من. طبعا این نماز وقتی ما شما میخوانیم شیطان که همیشه در کمین ما هست، خصوصا در وقت نماز شیطان میآید و وسوسه میکنه، ولیکن ما خود ما را تلقین میکنیم، از دامش خود ما را میکشیم. همین مجادله در داخل نماز یا محاربه با شیطان در وقت نماز خود از هم یک پاداش پیش الله داره
که شما نمیخواین که از نماز بیرون شین، ولی یک کسی شما را میخواد که بیرون کنه و شما باز دوباره پس میین به نماز، باز متوجه یک آیت میشین که میخوانین، بعد از مثلا شما را وسوسه کرد، باز وقتی در رکوع رفتین متوجه میشین. بنابراین همین رفت و آمد انسان از نماز یا بیرون شدنش یا وسوسه‌اش که میایه و پس میاد، همینا هم خودش یک مبارزه هست که پیش الله ای قیمت دارن. شما دیگه از دلتان این تشویش بیرون کنین که ما خدا میدونه که نماز من چه کار میشن. کل انسان ها این تشویش دارن. بسیار علمای بزرگ، کسای صاحب تقوا هستن، اونا هم از این شکایت دارن. ولیکن مبارزهش همی است، چارهش همی است که شما دوباره کش کنین خودتان، از گیرش خلاص کنین خودتان. وقتی در ابتدا هم شما قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اینا رو بخوانین، از وسوسه شما خدا پناه ببرین. داخلم بعضن روایت ها هست که میگن طرف چپتان بکنین. انشالله خدای عزیز از شر ازی همه نمازخوان ها را نجات ببخشه. ولیکن در رابطه با تکلیف مرض شما، علما همونطور میگن که اگر کسی همین مشکلات داشته باشه که احساس میکنه که وضویش میشکنه، در هر نماز یک وضوی تازه بگیره و اگر در جریان نماز کدام برش مشکل پیش میآید، خداوند ببخشه، خداوند نمازش قبول بکنه. والله اعلم. ما به طرف پایانی برنامه میرسیم. امیدوار هستم که ما از نماز ما استمداد بجوییم. ما در قرآن امیر میخوانیم واستعینوا بالصبر والصلاة. شما از صبر و از نماز استعانت بجویید، وسیله بسازین همین نمازتان، همین صبر و استقامتتان برای الله که خدایا و می حرمت نماز مرا ببخش، امت ببخش. امروز تودیع بسیار بزرگ به علیه امت سر دست گرفته شده. از کجا؟ از امو جایایی که ادعای حقوق انسان میکنن، حقوق آزادی انسان میکنن، آزادی ادیان، از همو کشورها و گوشهای ما میرسید. از همو جهاله بر علیه دین، بر علیه آزادی ها، بر علیه حقوق انسان ها تصمیم میگیرن، فیصله ها میکنن. سبحان الله. در یک حالت قرار داریم. از خدای عزیز تمنا کنیم خدایا هر دسیسه و توطئه‌ای که بر علیه دین تو میکشن، خدایا خودت خود ثابت ساز. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. تا برنامه آینده شما را به الله منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا. وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا. فكان الدنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا. وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا. بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.